گفتیم داشتیم تو فرموله این اتا اینجوریه. اتا که تغییر میدیم مثلا این فرمش عوض میشه. ببین تا وقتی بتا 1 باشه فاصله نیمه، وقتی از 1 بیشتر میشه به مرور فاصله چی میشه؟ کم میشه. تو اتای 0 اگه اتا 2 بگیره یه شکل دیگه ای داره. حالا که شما میخواد چگونه تنوع ایجاد کنید میتونید اتا رو چند بذارید. مثلا اگه دوست داری که عدد فرزندایی که تولید میشن دوره بر زاینده ها باشن، خیلی دور نشن، بهتره که بتا رو بذاری بزرگتر از 1 و اتا رو چند بذاری، مثلا یا 20 بذاری یا 2. ببین دور میانگین میچرخن دیگه، خیلی تنوع نداره. ولی اگه اتا رو کم کنه بتا رو هم کم کنه، میدیم با دو تا پارامتر بازی کنه که پراکندگی فرزندان یا در واقع نسل بعدی نسبت به نسل قبل چقدر باشه. اگر فکر کنید مثلا فضای پاسخش خیلی بزرگه، بهتره کار کنید که خیلی پراکنده بشه. اگر فضای پاسخ خیلی کوچولوئه، بهتره که نه خیلی معتاد باشید. این یه در واقع طرح ابتکاری که کمک میکنه، دقیق نیست ولی میگه که شما مثلا با بتای برابر با 1 یا بزرگتر از 1 یا کمتر از 1 چه اتفاقی واسه زاینده ها میفته. معمولا پژوهشگرا اینجا بیشتر ترجیح میدن، یعنی سعی میکنن بتا رو نزدیک 1 نگه دارن و اتا رو چیزی بین 2 تا 20. حالا که چند بذاریم تو مسئله میشه چند بار ران کردیم خروجی گرفت بعد دست عمومیت چطوری کنیم. ولی به هر صورت بتا و اتا که در واقع بتا تابع اتاست دیگه، تو فرمول اگه دقت بکنید این بتا از چی؟ از اتا به دست میاد دیگه. این اتا رو چند بذاریم خیلی تعیین کننده است. همونطور که گفتم پژوهشگرا میگن سعی کنید یه جوری بذارید که این اتا رو که این بتایی که به دست میاد هولوش 1 باشه، خیلی دور نشه، که بین 2 تا 20 عدد خوبیه به تجربه. البته توی مسئله ممکنه فرق کنه. اوکی تا اینجا؟ خب پس یکی از پارامترهایی که باید درست تنظیم کنیم انتخاب اتای مناسب است با توجه به مسئله که چقدر باشه، که تا نتیجهش میشه بتایی که چقدر از 1 دوره. خب این هم نکته خیلی جالبی که به ما اید میده. هر چقدر ما اتا رو بزرگتر بگیریم فرزندان به زاینده چی میشن؟ نزدیک میشن. یعنی که اتا به مقایسه کن وقتی که میاد بالا هی دارن هولوش زاینده ها میشن، فاصلهشون کم میشه. وقتی فاصله کم میشه دقت الگوریتم زیاد میشه ولی سرعتش هم چی میشه؟ کم میشه و زیاد بچرخه. موقع بعد نسل‌های بیشتری چک کنیم تا به جواب خوب برسیم. فقط یادتون باشه این همه تجربیه دیگه، یعنی توی مسئله ممکن شما به اتای مثلا کمتر از 2 هم باید خوب باشه، بستگی به مسئله داره. پرسش نیست تا اینجا؟ یه دقیقه استراحت مغزی بکن چون مطلب بعدم سنگینه. این آدرس فایلی آدرس یوتیوب من، فیلم‌ها ویدیو میذارم اینجا. این اینستاگرام اینجا اگه برید میتونید برای فیلم‌ها برید. یکیشو گذاشتم دارم آماده میکنم براتون. استاد اون چیزا فردا چیزی که دیروز خیلی دارید دیپلماتیک صحبت میکنید. اون چیزه چه چیز؟ به من دادین؟ نوشتم ایمیل زدم بهتون. من چند تا کار باید انجام بدم. اونا که تمام بشه میام تو. من کارام به ترتیب انجام میدم. یا بذاریم برای روزهای آینده تر. من به تو خبر میدم خودم. اگه براتون پرسشی به من یه چیزی داده بخونم بهش برگردونم. حالا شاید بچه‌ها آره میگم شاید تو ذهنتون چیزی باشه. خب استراحت کردین دیگه. آره. یه قرارش بخوابیم که مغزم خنک شه فقط چیز دیگه نبود. خب حتی میدونید که هم توی که قبلا صحبت کردیم نرخ جابجایی باید نرخ بالایی باشه. پی احتمال کراس اوور رو ما معمولا از 8 بیشتر میگیریم که درصد زیادی از کروموزوم‌های زاینده برن توی کراس اوور و ازشون فرزند آوری بکنیم. خب گفتیم که فاصله فرزندان
نسبت به هم متقارن یا ضریب از فاصله زاینده ها است. دیدیم بتای وسط نقش بازی میکنه یا در واقع اتا نقش بازی میکنه، بتا تولید میشه و بتای فاصله رو تنظیم میکنه. خب اگه ما برای عدد خاصی واسه بتا بذاریم هر عددی، فرض کنیم بذاریم 2 1.5 یکی عدد ثابت در نظر بگیریم، اگه زاینده ها از هم دور باشن خودشون، یعنی فاصله اقدسشون چی باشه؟ خیلی دور باشه، فرزانه مثلا چی میشن؟ به همون نسبت دور میشن. و طبیعتا اگه زاینده ها نزدیک باشن، فرزنده ها به همون نسبت با توجه به بتا چیه؟ نزدیک میشن. حالا به این مفهومش بعد نیست ببینیم. فرض کنید که من 2 تا فرزند دارم، 2 تا زاینده دارم، یعنی 2 تا متغیر از 2 تا زاینده رو برداشتم. این متغیره در زاینده نخست مقدارش 2 باشه، در دومی مقدارش 8 باشه. یادتون هست گفتیم وقتی کراس اوور میکنیم به ازای تک تک متغیر کراس اوور میکنیم، چون برش مثل مفهوم قبلی است که ببریم به هم بچسبونیم، بعد دونه دونه متغیرها چیکار کنیم؟ کراس اوور کنیم. من الان میخوام از یه متغیری که از زاینده نخست مقدارش 2، از زاینده دوم مقدارش 8، 2 تا عدد بسازم که یه عدد میشه فرزند اول و عدد میشه فرزند دوم. فرزند نخست رو میخوام بسازم دیگه، درسته؟ بستگی داره که من بتام چند باشه. الان فرض کنید بتا باشه 8 دهم، درسته؟ میذارم تو این فرمول. الان فرزند نخست میشه 2 و 6 دهم، فرزند دوم میشه چی؟ 7 و 4 دهم. که این 2 و 6 دهم و 7 و 4 دهم فاصله شون با فاصله 2 و 8 نسبتی از این فاصله است دیگه. الان 2 و 8 چقدر با هم فاصله داره؟ 6 واحد. 2 و 6 دهم و 7 و 4 دهم چقدر فاصله داره؟ که این برمیگرده به بتایی که ما تعریف کردیم. بتای تعیین میکنه که فاصله بین فرزندان چقدر باشه نسبت به فاصله بین زاینده ها. یعنی اگه من میخوام نشونش بدم این شکلی، زاینده ها اینجا بودن، الان بتای افتاد چون کمتر از یکی فرزند افتادن توی فاصله بین پدر و مادر، ولی فاصله شون نسبتی از این فاصله است. در واقع 8 دهم فاصله قبلی داره. حالا اگه زاینده‌مون 4 و 5 باشه، خیلی به هم نزدیک باشن، 2 و 8 از هم دور بودن، 4 و 5 به هم چه نزدیکن. بچه‌ها که ساخته میشن 4 و 1 دهم و 4 و 9 دهم، درسته؟ در واقع چطوری میشه؟ این شکلی شد افتادن تو خود دقیقاً تقریبا رو هم افتادن، چون 4 و 5 4 و 1 دهم و 4 و 9 دهم تقریبا هم 4 و 5 ان دیگه، با یه تفاوتی اندکی. پس وقتی ما 2 تا زاینده دور داشته باشیم، فرزندان هم از هم دورن، ولی وقتی به هم نزدیک باشن زایندان، فرزندان به تقریبا با زاینده چی میشن؟ برابر میشن، چون فاصله خیلی کمه دیگه. این نشون میده که چقدر فاصله بین زاینده ها میتونه تأثیر بذاره توی مقدار فرزندانی که ساخته میشه. مقایسه کنید 4 و 1 دهم و 4 و 9 دهم با 2 و 6 دهم و 7 و 4 دهم، چقدر فاصلهشون بیشتره. حالا توی هر دو تا مثال ما بتامون 8 دهم بوده. طبعا اگه ما یه بتای دیگه ای بذاریم میتونه داستان فرق کنه. مثلا بیایم همون دو تا در نظر بگیریم ولی با بتای کوچکتر از 1. مثل مثالی که داشتیم. یعنی بتای نفع گذاشتیم 8 دهم، 6 دهم. باز فاصله شد چی؟ 2 و 6 دهم و 4. اونجا فاصله 3 واحد بود، اینجا فاصله چیه؟ نسبت از 3 واحده. درسته؟ حالا اگه پس چون کوچکتر از 1 بود، بچه‌ها افتادن توی بازه پدر مادر. درسته؟ و این رابطه همیشه برقراره. یعنی نسبت فاصله فرزندان با توجه بتا بزرگتر از 1 باشه، کوچکتر از 1 باشه یا مساوی 1 باشه، یا توی فاصله پدر مادر میفته یا بیرون میفته، دقیقاً میشه خود پدر مادر. این با توجه نوع بتایی که به دست میاد. بتا کجا به دست میاد؟ از اتایی که ما تعریف کردیم. هرچند اتا بزرگتر باشه اینا به هم نزدیکتر میشن. واسه یه مسئله میتونیم 2 تا بتا تعریف کنیم. مثلا اول مسئله با یه بتای بیشتر شروع بشه بعد کم کم اصطلاحاً میگن داینامیک پارامترز، پارامتر پویا باشه. حالا این داینامیک میتونه بگیم تا مثلا نسل 50 این عدد، در واقع داینامیک خیلی ساده ایه، میتونی ربطش بدی به کیفیت جوابا.
میگه اگه جواب دارن خیلی با کیفیت میشن بتا رو کوچیکش کن، اگه دارن خرابن بتا رو میتونی. اصلا اون یه نوع کار پژوهشی خیلی جالبه. شما بیایید خود ژنتیکت هم تنظیماتش به جای که ثابت باشه و اول داینامیک کنی. حالا بعضیا بیکارن، مثلا من دانشجو دکتری این کارو میکنم، یعنی پارامتر از هوش مصنوعی از یادگیری ماشین ران میکنه، اون میگه چند بذار و آنلاین تغییرش میده. اونا دیگه خیلی بیکارن. آره خیلی جذابه. یعنی شما هم سعی می‌بینید توی مسئله واقعی میتونید یه ایمپروومنت خیلی وحشتناک هزینه‌ای داشته باشید. مثلا فروشگاه کوروش به مثال میخواد پخش کالاهاشو از بین انباراش و فروشگاهش مسیردهی کنه که ما کدوم فروشگاه رو کی بریم بهش کالا تحویل بدیم. بعد دقیقاً یک کالا نیست که، مثلا یه سری کالاهاش باید با ماشین ساعتخونه‌ای پخش بشه، یه سریش با ماشین خنک یخچالی، بعضیش فریزن، بعضیش نه میتونه با ماشین معمولی هم باشه. خیلی مسئله پیچیده‌ایه. این اگه بتونه تو هر مسیر فقط 1 ریال صرفه‌جویی بکنه، یعنی هر فروشگاه رو بتونه با 1 ریال کمتر بده. در فروشگاه کوروش ضرب کنید، کوروش فکر می‌کنم بالای 30,000 فروشگاه رو پوشش میده تو کشور. تو هر بار سفر، تو هر روز چه پول وحشتناکی میتونه صرفه‌جویی کنه. اونجا میصرفه. بیا اینو بیکار بشین، تنظیمات خوب انجام بدید، بعد به کوروش بگی آقا من اینو باید حلش میکنم، مثلا 100 میلیون میگیرم، براش میصرفه. مثلا آنلاین واسه بشه همون لحظه. بله. واقعا براش میصرفه، ارزش داره واسش و پولشو میده. شما نشون بده که داری 1 ریال صرفه‌جویی میکنی توی یه دونه سفر، در کل سال پول وحشتناکیه. الان که دانشجو من داره روی یکی از برندهای خشکبار کار میکنه، برای همین که بیاد بگه که انبار چقدر توش مثلا تخمه و نمیدونم آجیلی چند نگهدار که بتونی خواب سرمایه‌تو مینیمایز کنی، بعد دلیوری تایم تو ماکسیمایز کنی. این پول انگار هم داره میگیره، چیزام با ما نمیرسه متاسفانه چون خودش کارمند شرکت است، ولی خیلی ارزش داره واقعا. و این میصرفه 2 سال وقت دکتریشو بذاره فقط این مسئله رو حل کنه. طبعا اگه بتونه حل کنه، پست این دوست ما حتما ارتقا پیدا میکنه، از این کارمند معمولی میشه رئیس خوب. تو دنیای واقعی عدد در مقیاس که ضرب میشه خودش کوچیکه، ولی تو مقیاس بزرگ اصلش خیلی شگرفه. الان مثلا ما موقعی هستش که بیماری آنفولانزا داره اپیدمی میشه و دولت میخواد واکسن پخش کنه. یه کسی واقعا بیاد روی این کار کنه که این، چون واکسن این تاریخ مصرف داره، واکسن هم باید توی جای خنکی باشه، این اصلا دلیوریش خودش داستان داره. اگر فکر میکنم واکسن آنفولانزا بیش از نیم ساعت از یخچال بیرون باشه فاسد میشه. البته من شما که به اون میزنم متوجه نمیشیم، ولی ممکنه بریم بهشت با یه واکسن فاسد شده. برای خیلی مهمه شما تو پخش واکسن بگی که چقدر واکسن به کجا فرستاده بشه. خیلی مسئله مهمیه برای حوزه بهداشت. کسی رو این کار کنه خیلی حداقل علاقه من زیاد داره. ممکنه بهت پولی دادم یه صلوات خوب میفرستن برای مردگاتون، حتما یه چیزی میفرستن. میخوام بگم دنیای واقعی دنیایی که شما اگه بتونه یه کوچیک بهبودم بده خیلی ارزش داره. خب حالا اگه به طور یک بگیریم که گفتم دیگه اینا قشنگ روی هم میافتن، زاینده و فرزانه، که طبیعتا یک عدد خوبی نیست چون عملا ما تنوع ایجاد نمی‌کنیم، همه ثابت همه چیز. باید یا کوچکتر از یک باشه یا بزرگتر از یک. خب اینم که قبلا صحبت کردیم که اگه بزرگتر باشه فرزندان میافتن بیرون از بازه فاصله پدر مادر، ولی همیشه نسبت ثابت های نسبت وجود داره، باز با یه نسبت بتایی که حالا میتونه کوچکتر از یک باشه، داخل یک باشه و رو خودشون بزرگتر باشه میفته بیرون. حتی شما از یک بیشتر بگیری هی از پدر زاینده چی میشن، دور و دورتر میشن، تنوع بیشتر ایجاد میکنی. ریسکش کجاست؟ بینه معلوم پیدا نکنه، رد شه ازش بره. بس باید تنظیمش خیلی مهمه. بتونیم بگیم این بتا مثل دماغ توی سری نقشه‌های یه جورایی با این تفاوت اون فقط برای پذیرش بود، این برای تولید هستن، ولی یه جوری داره تنوع ایجاد میکنه. اینجوری شاید قابل قبوله. یه مکانیزم ایجاد تنوعه، این درسته، و یا فرار از بینه محلی. گفتید که ریسکش پیدا نکردن بینه محلیه. آره دیگه.
این به اون بینه سراسر یادتون باشه بینه محلی بینه سراسر یکی از بینه‌های محلی دیگه. اگه ما یه بینه محلی پیدا نکنیم ممکنه همون که پیداش نمی‌کنیم چی باشه؟ بینه سراسری هم باشه دیگه. اگر بینی حالا این بینه محلی بدونه که خب دیگه که پیدا می‌کنه. خب شاید اینی که پیدا نکنه این سراسریه باشه. نمیدونیم که. خب پس کراس اووری که ما انجام میدیم SPX اینجوریه. یادتون باشه SPX فقط یکی از روش‌های کراس اووره. روش خیلی متنوعی است. یه چند تاشو من به صورت تکست میذارم توی چیزی که بعداً خودتون میخونید. ولی پایه‌شون تقریبا شبیه به همینه با یه تفاوت‌های اندک. حالا بریم سراغ جهش. ما گفتیم که باینری ژنتیک عملگر گزینشش قابل استفاده است برای ریل که استفاده میکنیم، نمیخواد کاری انجام بدیم، ولی آمیزشش به درد نمیخوره که الان روش خوبی تعریف کرده به اسم SPX. جهشش هم به درد نمیخوره، باید روش برای جهش تعریف کنیم. چرا به درد نمیخوره جهش؟ چرا نمیتونیم جهش باینری استفاده کنیم اینجا تو ریل؟ اونجا عدد تصادفی میگرفتیم، اینجا عدد تحقیقیه. تصادفی منظور چیه؟ ما عدد تصادفی انتخاب برای جهش دیگه اینجا میتونیم همین کارو بکنیم. بگیم مثلا تصادفیش برو ژن 4 رو عوض کن. یعنی که مشکل نداریم مشکل چیز دیگه ایه. ممکنه جوابای زیادی تولید کنه. بی‌نهایت جواب یه جوری خب تولید کنه به درد کار من نخوره. نمیدونم. بذار بگیم سراغ جهش باینری چیکار میکرد؟ یه ژن انتخاب میکرد تصادفی، حالا یا 0 بود یا 1 بود. اگه 1 بود صفرش میکرد، اگه 0 بود یکیش میکرد. اوکی. میگیم اینجا نمیشه این کارو کرد. میتونیم یه ژن تصادفی انتخاب کنیم، ژن 4، ولی به چی تبدیلش بکنیم؟ چون عدد حقیقیه فقط دو تا مقدار که نداره 0 و 1، بی نهایت مقدار داره. من چی بذارم جاش؟ پس نمیشه از روش استفاده کرد. درسته؟ چون نمیدونم جاش چی بذارم. میتونم جاشو پیدا بکنم و بگم برو ژن 4 رو عوض کن. اما جاش چی بذاره؟ پس باید یه روش تعریف کنیم که جاش چی بذاره. میشه جهش چند جمله‌ای. ایدهش از همون ایده کراس اوور اومده ولی با یه تغییر اندکی. خب طبیعتاً جهش رو ما توی ژنتیک با احتمال کم انجام میدن. PM یه عدد خیلی کوچولوییه. چیزی نزدیک 1/10 تقریبا. اگر بزرگتر بگیم چه اتفاقی میفته؟ مثلا من بگم نه بخوام جهش رو بذارم احتمالش 5 دهم. چه اتفاقی میفته؟ چرا خوب نیست؟ وحشتناک متنوع کار میکنه. دیگه همگرا نمیشه به بهینه محلی هاره. پس یه عدد خیلی کوچولو. چرا 0 نذاریم؟ شبیه قبلی‌ها میشن. نه شبیه که نمیشه. فرزندان الان متفاوت شدن دیگه. تنوع کم میشه. اونجا دیگه جهش خب اصلا جهش نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ جای جدید رو نمی‌گردیم. آره دیگه. یعنی چون فرزندان یه نسخه ای از پدر مادرم با یه ضریبی ما همش داریم همین دنبال میکنیم. نمی‌بینیم یه جای عجیب غریبی. پس جهش حتما باید باشه. اجازه بده توی نسل کروموزوم‌ها یه چیز عجیب غریب اتفاق بیفته شاید به درد بخوره. چون شایده احتمالش کم می‌ذاریم. شاید هم به درد نخوره واقعا. می‌دونید احتمالش خیلی کم باشه. خب اونجا ما یه پارامتر بتا داشتیم، اینجا داریم سیگما. همون کار بتا رو انجام میده، یعنی ضریب در واقع، ولی با یه فرمولی تعریف میشه. این دفعه توش چی استفاده می‌کنیم؟ آر. حالا بعد ایده گرفته اون یو چی بوده؟ یو یه عددی بود که تصادفی تولیدش می‌کنه بین 0 تا 1. الان من میتونم لوش بدم دیگه. اون عددی که تصادفی اگه کوچیک از 5 دهم بود از بالای استفاده کن، اگه بزرگتر از 5 دهم بود از پایین. این آره همون یو اونجاست، هیچ فرقی نمیکنه. توی این فرمول هم باز یه اتایی داریم، یعنی در واقع دو تا اتا رو باید مشخص کنیم. یه دونه اتا برای کراس اوور، یه دونه برای جهش. این اتا رو که مشخص کنیم سیگما و بتا به دست میاد. برای چیزی که ما مشخص کنیم فقط اتاه. حالا چه اینجا چه اونجا فرق نمیکنه. خب پس اتا ام و یه پارامتری که کاربر تعریف میکنه، تو که گفتیم اینجا اتای ام، اونجا اتای سی بود. ما کراس اوور سی، اینجا میوتیشن ام. این اتای با اون اتای ربطی نداره، دو تا چیز کاملا متفاوته و مستقل از هم. اتای ام رو خود کاربر تعریف. آره یعنی من و شما تعریف میکنیم، میگیم چند بذاریم.
خب میریم فرزند تولید میکنیم. فرزند توی کراس اوور 2 تا زاینده 2 تا فرزند میسازه. اینجا یه دونه فرزند خودش قرار جهش پیدا بکنه. پس ما یه دونه کروموزوم فرزند رو برمیداریم، ازش فرزند دیگه میسازیم با این تکه. چجوری؟ بازم دقت بکنید که کراس اوور رو تک تک ژن ها انجام میشد، جهش هم روی چی؟ تک تک ژن هاست. یعنی هر ژنی هر عددی خودش ممکن جهش پیدا بکنه با یه احتمالی دیگه. درسته؟ پس من فرض کنید که x1 رو برداشتم، الان توی فرزندی که تولید کردم x1 مقدار شده 2.14. درسته؟ میخوام ببینم این 2.14 آیا جهش بدم یا ندم. میام برایش عدد تصادفی ران میکنم بین 0 تا 1 در میاد مثلا 7. احتمال کراس جهش چقدر بوده؟ 0.2. چون 7 بزرگتر است 0.2 پس جهش نمیدم. زمان جهش میدم که آلی که تولید میکنم از پی ام چی باشه؟ کوچکتر.